آوردم. کتاب اعلا کوجتی مسیرم کلاسی آواره کوجتی مسیرم کلاسی. چه تمیز شدی. درود به روحت. بذار یه بار بگم، این دفعه تولده، بذار بگم درود تو روحت. ازم چطورید آقا؟ وای آینه دارم. یه لحظه. بله خب آقا وای، فکرشو نمی کردم به اینجا برسیم. واقعا من خیلی ناامید شده بودم، ولی با دیدن حمایت های شما اومدیم بالا و درود تو روحتون. واقعا دمتون گرم. امروز 1/6/1403 است و 4 سال پیش شما گذشت. درود تو روحتون. دمتون گرم. کیک هم میبردیم. حالا دیدید چه کیکی آوردم؟ نمیدونم. خب تیتاپ طلایی ببخشید نمیبینید چون باید تصویر برعکس بشه. یه لحظه نیو روش ننوشته چون 20 سال 2 برابر سن من دارن روش مینویسن نیو. ببخشید با این آهنگا تولد نذاشتم، آهنگای خیلی چیز گذاشتم. سریع میخوام اینو ببرم. بابا واقعا دمتون گرم. خیلی ظرف نداره. مشکل داره نه؟ نصف نشه بردم خسته زمند خوردم. بچه این ویدیو چون این ویدیو تولد آپاراته، تولد کانال آپاراته، تولد کانال های دیگه نیست مثل فیلو و یوتیوب، چون اونا هنوز کمه. یوتیوب رو فکر میکنم 1.5 سال یا 2 ساله داریم و فیلوری که 1 ماه، شاید 1 ماه هم نشده هنوز. کانال روبیکا که نهایت 2 ماه، نه 1.5 ماه. خب و دمتون گرم واقعا بابت حمایت ها که جوین کانال روبیکا میشید، جوین فیلو میشید، اینستا رو دنبال میکنید، یوتیوب رو ساب میکنید، آپارات رو دنبال میکنید، لایک میکنید. بله این ویدیو تو همش آپلود میشه بلا استثنا. بله خب قراره این همینجا آپلود بشه. خب و خیلی کثیفه این تمیزه. ببخشید من کنترلم از دست میدم. بچه ها واقعا 4 سال 1 شهریور سال 1399 بود شروع کردیم. یه ویدیو گذاشتم چقدر فوش خوردم، چقدر میگن گوشی دست بچه ندید. مثلا من شاید کلاس 2 بودم شروع کردم یه کانال زدم، سال 98 یه کانال زدم و ببخشید میخوام این صدای این اذیت نکنی، صدای من برسه کمش کنم بعد بلندش کنم. و اینکه یه کانال زدیم یکم چیزای چرت و پرت گذاشتیم، دوستان زدم بنمون کردن. بله بند شدیم یکم و آره بعد اومدیم این کانال سال 98 اون کانال رو زدیم، ولی ببخشید
آقا خب بله خب آقا بچه ها ببین دمتون گرم واقعا بابت حمایتاتون. من خیلی ناامید شده بودم دیگه، بعض موقع اصلا فعالیت نمی‌کردم، یه چند ماه یه بار میومدم فعالیت می‌کردم و الان فعالیتمون خیلی منظم شده. و حالا اون 4 سال بعضی میگن چرا تو این 50 تا ویدیو گذاشتی ولی خب فقط نه فقط که نه 2400 تا دنبال کننده داری و 46,000 تا نمیدونم یادم نیست 45,000 تا بازدید داری. بچه این قدیمی ها میدونن 300 تا ویدیو داشتیم، فکر کنم حدود 100 تاشو یه جا 200 تاشم یه جا من حذفشون کردم به دلیل بیکیفیت بودن و الان داریم منظم کار میکنیم. هرچی من کمش میکنم این بلندتر میشه. البته خوشمزه است آهنگه نه. و دمتون گرم واقعا. 100 بار گفتم آقا کیک کن وایسی چه کیکه تو کیفم بوده این له شد. قشنگ روشو ببینید. واو این جون میده باشه ASMR بگیر. صدای اینو میبندم الان یه ASMR مشتی میگیریم. ببینید یه ASMR مشتی وایسا من بیام پایین تر هم سطحش باشم. الان بالا میخوام فوتش کنم. درود بهتون. کیکی شد تهش. میخوایم ASMR کنیم. فکر کنم صدا خوب نمیاد. قرار بود لذت بخش بشه. حالیتونم به هم زدم ببخشید. افتخار مزه قبلشو نمیده. نمیدونم چرا. دمتون گرم بازم. حالا چالش داریم. صبر کن نزن بعد.
بچه حالا چالش داریم. سب کنیم. وای بچه ها، وای چالش که نمیشه گفت چی میخوایم انجام بدیم، ولی میخوایم بریم ویدیوهای قدیمیمون مثلا تو کانال و اینا میخواستیم بذاریم. وای یه چند تا پشت صحنه و اینا هم هست. وای و میریم ویدیو اول کانالم میبینیم، ویدیوهای یوتیوب هم میبینیم، البته اگه بشه میبینیم. بله بچه ها بزن بریم دیگه، بزن بریم به صورت برق و باد، بزن بریم از اینجا. خب آقا یه ویدیو هست مربوط به پشت صحنه میشه. خب شما خودتون الان ملاحظه میفرمایید. خب ولی کلا این نصیحت من به شما از این بنده خر، این نصیحت رو قبول کنید که تو جای شلوغ اصلا ویدیو نگیرید. 10 سال باشه ویدیو نذاشتید اصلا نیازی نیست. تو جای شلوغ میذاری قشنگ آروم بشه تو ویدیو تو بگیر. ولی من این کار کردم و تو جای شلوغ ویدیو گرفتم. اینقدر دهنم گلوم جر خورد. خب از بس داد زدم و از بس آهنگ پلی کردم دیگه کلش شده بود نوحه کویتی پور. حالا بریم ببینیم. ده. آه ببین میخواید یه بار دیگه هم پلی کنیم. ببین چه میزنم تو سر خودم. مثلا یهو اون سینیه از دستش این سینیه از دستش میفته و هیچی دیگه ویدیو هیچی. نه سینی که نبود، یه چند تا تو قشنگ قد این بک‌گراند قابلمه و اینا بود. انداخت من فکرم 2 نفر کشته دادن تو اون خونه، ولی خب سالم بودن همه جز قابلمه ها. بریم بعدی رو ببینیم. یه ویدیو قدیمیه با بختک. خب خب سلام به شما دوستان عزیز. خب تو ویدیو قبلی یه چیزی مشاهده کردید. بچه ببین دوستان عزیز، اصلا خیلی چرت و پرت بوده. هر کی چیز بوده از این واژه که نه از این جمله استفاده میکنه ویدیوشو شروع کنه. سلام به شما دوستان عزیز. بد نیست، یه طوریه باید مشاهده میکردید. بله البته این ربطی نداشت، ولی خب نامرد ادیت زده بود ویدیو رو. گفت بده من ادیت میزنم ویدیو تو. بعد آره چیکار کردی و تقصیر من نیست. مشاهده کردی. خب ماهی منو چای میدی؟ ماهی هم میخوای؟ خیلی از چیز چرت و پرتیش ما بزنیم بیرون. خیلی چرت و پرت بود دوستان. سمی شدم یکم. قضیه خودتون فکرم قدیمی ها میدونن. بختک گفت من ادیت بزنم، نمیدونم چی کار کرد دقیقا یادم نیست، ولی میدونم یه گندی زده بود این کار باش کردم. چند سال پیش فکرم مالی 2022. 2 سال پیشه. چقدر فرق کردم نسبت به 2 سال پیش. سیبیلا رو بگیر. بریم بعدی رو ببینیم. این یکی چرتو. آقا من هیچ حرفی نمیزنم خودتون. ای
لازم من اینو بتونم پلی کنم خیلی خوبه. جانی چیه؟ نه حافظه داخلی مشترکی که ما نمیخوایم. دیسک ها. خب بچه ها وای 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 ویدیوی کانال آپاراتم نه بچه ها ببخشید من باید از یه سری چیزای سنگین رد بشم. خب آقا بریم ببینیم. سلام به شما دوستان بیا عزیز. سلام به شما دوستان. ای سطل دوستیان عزیز، سطل دوستی و من موقع امروز اومدم ویدیو بذارم و حالا چون یه 2 3 4 5 روز ویدیو 2 3 4 نذاشتم 5 حالا یه مشکلاتی بود مشکلات و اگه بپرسید اصغر کجا رفته، اصغر فعلا رفته پیش پویا. پویا رو میشناسید دیگه. الان هم همونجاستم. خب آقا امروز اومدیم بریم که یه سری چیت های بیا یعنی رفت هم شماره از هست اول. که با موبایل میزنن بچه از همین الان اینجاست، یعنی یه نفرشون نمیدونم سگونه کلی چیزای مختلف داره و آره کلا نیومدن واسه چند تا از تولد نوت نمیدونم بزنیم چرا. و تستشون کنیم و خب شاید یکیش نشه، شاید 10 تاش نشه، شاید همش نشه، نمیدونم. و اگه از این سبک ویدیو خوشتون میاد کانال ما رو دنبال کنید. اگه از این سبک ویدیو هم خوشتون نمیاد بازم دنبال کنید، چون ما جز این سبک‌های دیگه هم داریم. بله. و اگه از این ویدیو خوشتون اومد لایک کنید. خدا بخشید ویدیو خوبی هم من میگم تا آخر نگاه کنید، اصلا 100 ثانیه آخرم نگاه کنید. خیلی بده. و چه همش برو بریم. البته خوشحالی نه، سطل دوستیان باید بفرمایید. نه بفرما. خجالت میکشم میبینمش. خب گلان گرامی، خب آقا من بشینم. خب برو بریم. جان آره این بفرما بازم باید استفاده کنم. استفاده نمیکنم. مسخره بازم. البته اون موقع فرقش این بود از تو دوربین میرفتیم رو وبکم. یا اول الان دیگه کلا رو وبکم. نگاه فیلمو از با گوشی داره رو تلویزیون فیلم میگیره. یعنی من خاک پاتم. بله آقا بیشتر از این من آبروم نره. خب و حالا که تا اینجا اومدیم کانال آپارات هم یه سر بزنیم. بچه ها این ویدیو علاوه بر این که یوتیوب چرا رفتی داداش اینجاییم. بله علاوه بر این که ویدیو تولد 4 سالگی است من گذاشتم وقتی تیکه سبز رو گرفتیم یه ماه پیش بود فکر کنم تیکه سبز و ایناهاش ببین گرفتیم گذاشتم با هم ویژه برنامه‌شو بگیریم که الان اینجا. وای یه لحظه ما رو ببره آپارات. بچه دمتون گرم واقعا حمایت‌ها زیاد شده. بچه حالا که اینجاییم بگم یه چند نفرتون
حضرت عباس این آپارات که نه، این سیستم اندروید منو داره نابود میکنه. حالا نه اینکه خودم iOS دارم و این سیستم وای اندروید تیویت وای نابودم کردی، کمرمو شکوندی. بچه ها یه لحظه بریم بیایم. بچه ها ببخشید یکم سخت شده، ببخشید دیگه. آقا اومدیم ویدیو اول سری کانال رو ببینیم، ماینکرافت سروایور پارت اول. اولین ویدیویی که میخوایم گیم بزنیم و گیم که انتخاب کردیم چیه؟ مثلا چون ماینکرافت سری‌های بیشتری از ماینکرافت خواهیم داشت و حالا ماینکرافت رو شروع کردیم، فقط ماینکرافت رو می‌زنیم و ادامه چیزهای بیشتری میاریم. روز یه بار ما از ماینکرافت سروایور رو داریم. شاید روز 2 تا ویدیو یا 3 تا ویدیو بذاریم، ولی خب یکیش ماینکرافت سروایوره که 2 پارتش الان ضبط میشه و اگر این سری خوب بازدید داشته باشه و لایک خوبی بخوره، مطمئن باشید سری‌های بیشتری از ماینکرافت رو میریم. مطمئن باش. بریم بفرمایید، مثل همیشه بفرمایید بریم شروع کنیم. خب ضبط بکن شروع شد. آره این ضبط شروع شد. صندلیه چه صدایی میداد؟ بچه ها قبلا یادتونه با گوشی از تلویزیون فیلم میگرفتیم. البته همین هم که با خود PS4 فیلم میگیریم، حالا کیفیتش اونقدر خوب نیست. بچه الان دارم چرت و پرت میگم دیگه، خودتون میدونید چرا؟ میگید چرا؟ چون تازه داشتم از PS4 فیلم میگرفتم، خیلی ذوق داشتم. بریم 40 تا ویدیوی بعدی. بچه ها دمتون گرم که تا اینجا ما رو همراهی کردید و دیگه چیزی هم میخواستم بگم. بچه خیلیاتون پیام میدید، کامنت میذارید برای ادیتور. خب ادیتور خیلی نیاز داریم ما. یه چند نفر هم هستن از بچه ها که ایشالله پارتای بعد میگم و یکم بیشتر چیز هیچی. خب و ببینید الان تو شرایطی نیستیم ادیتور بخوایم، خیلی رو بازدید تاثیر داره. خیلی رو بازدید تاثیر داره هم، ولی الان هیچ دیگه الان نمیشه و ایشالله تو پارتای بعد معرفیشون میکنم. شاید کسی ادیتور بخواد از بچه ها، حالا به اونا میگم و دوست داشته باشن به من چسبن. نه به من چه که هیچی، من چه اشتباه شد. به روحت بذار بگم، تو روحت دیگه تولده دیگه، بذار بگم تو روحت. خب درود تو روحت هموطن. چطور ویدیو شروع شد که نمیخوام خداحافظی کنم. دیگه همه اونا رو فراموش نکنید که وسط ویدیو گفتم خداحافظ.